سگ زد 3 صبح وسط میدون صادقیه جمع میشه داره کور میشیم. یک خوابیدیم. یعنی چی؟ برنامه 4م، اما برای من 3مین قله از مسیریه که دارم میرم. مسیر جدید پیدا کنیم، رفیقای بیشتر. با رفیقام همه تو دانس، همه بالانس، باز کم ماهاست. میگن که اکیپم وصله، همه چی هستش زده بالا. هرچی بیشتر میگذره بیشتر از اون صدایی که بر خودم میسازم رد میشم. یعنی احساس میکنم که پوسکلوفتر دارم میشم. چرا؟ چون روزهای اول یه بهونه خیلی کوچیک میتونست این شک رو بندازه بهم که برم نرم. جمع کن یه